سیالسو درس سوم زبان انگلیسی پایه 10 رسیدیم اینجا. میگه read the following examples، بخونید به مثال های زیرو بخونید with the self pronouns، با ضمیر خود، ضمیر تأکیدی هستن اینجا اینا که به دو بخش تقسیم میشن، مفرد و جمع، به دو بخش تقسیم میشن. خب و هر کدوم از اینها باید با ضمیرهای خودش مطابقت داشته باشه به این شکل. خب I did، ببینید I did the experiment myself، من انجام دادم آزمایش رو خودم، I میشه myself. You did the experiment yourself، you yourself. زهرا did the experiment herself، زهرا آزمایش رو خودش انجام داد. امیر did the experiment himself، امیر خودش اون آزمایش رو انجام داد. The computer، برای کامپیوتر هم همینطور، the computer did the experiment itself، برای اشیا itself. خب اما بخش جمع، مریم and I، مریم و من دیگه جمع شد، یعنی از یه نفر به بالا دیگه جمعه. مریم and I did the experiment ourselves، ما خودمان آزمایش رو انجام دادیم. You and your friends، تو و دوستت and did the experiment، آزمایش رو انجام دادید. yourselves، اینجا self و اینجا selves، اینو دقت داشته باشین تو جمع. و the scientist میگه دانشمندان did the experiment، انجام میدن آزمایش ها رو چطور؟ با themselves. بس did the scientists themselves، اونا خودشون یعنی انجام میدادن آزمایش ها رو. خب اینجا مثال زد. Alexander Graham Bell invented اختراع کرد the telephone himself، خودش به تنهایی تلفن رو اختراع کرد. Marie Curie found uranium herself، Marie Curie found پیدا کرد uranium رو herself، خودش. برای مردها himself و برای زنها herself. خب اما گاهی وقتا این نوع تأکیدی جاشون هم میتونن یعنی جاشون رو عوض بکنن، به جای اینکه آخر چی بیان میتونن وسط بیان. به جای اینکه اینجا این قسمت نگاه کنید کجا اومدن، اینجا آخر اومدن، به جای آخر اومدن میتونن وسط هم بیان. You may also say، تو ممکنه اینطوری هم بگی، یعنی اینطوری هم گفته میشه. خب میگه I میگه I myself، من خودم did the experiment، آزمایش انجام دادم. You yourself، تو خودت یا بله تو خودت did the experiment، تو آزمایش رو انجام داد. زهرا herself، زهرا خودش did the experiment، زهرا خودش آزمایش رو انجام داد. امیر himself، امیر خودش آزمایش رو انجام داد. The computer itself، کامپیوتر خودش did the experiment، اون آزمایش رو انجام داد. و مریم and I also، من و مریم، مریم and I also، اینجا من وی میده، مریم and I یعنی وی، ما we ourselves، ما خودمون انجام دادیم آزمایش رو. و اینجا you and your friend، تو و دوسته did the experiment. The scientists، دانشمندان themselves، خودشان did the experiment، آزمایش رو خودشون انجام دادند. خب اینجا مثال آورده، میگه که الکساندر گراهام بل himself، خودش invented the telephone، تلفن خودش اختراع کرد. اینجا داره تأکیدی میگه. Marie Curie herself found the uranium، ماری کاری خودش پیدا کرد اورانیوم رو. خب listening and speaking، شنیدن و
صحبت کردن. خب میگه که speaking strategy، روش صحبت کردن. خب میگه narrating a story، بیانگر یک داستان. خب اینجا دقت داشته باشین ببینید چی میگه. You may use simple past، تو ممکنه از زمان گذشته ساده استفاده کنی. And past progressive یا past progressive، یا میتونی از زمان ماضی استمراری استفاده بکنی، یا ماضی ساده simple past، ماضی ساده. خب میگه که together با همدیگه to narrate بیان بکنن a story، یه داستان رو. past میگه که past progressive یعنی زمان ماضی استمراری is sometime، این زمان ماضی ساده، زمان ماضی استمراری که میگه together با هم دیگه to narrate بیانگر استوری داستان. past progressive زمان استمراری یا از زمان استمراری ماضی زمان استمراری is sometime گاهی وقتا use استفاده میشه to give a background، به ما یه backgroundی رو بده، یه پس زمینه‌ای رو بده، و station از اون وضعیت to the story برای داستان. خب بریم توی متن. last night شب گذشته at 8 o'clock ساعت 8 we were sitting یعنی نشسته بودیم. این ماضی چیه؟ استمراریه ماش نشسته بودیم، یعنی نشسته بودیم. in the hall در حال. we were talking اینم استمراریه. we were talking در حال صحبت کردن about our day در مورد روزمون. suddenly we heard ناگهان ما شنیدیم. این heard ماضی ساده و suddenly چون اتفاق یهویی ناگهانی وقتی اتفاق میفته ما از ماضی ساده استفاده میکنیم. heard a noise صدایی رو شنیدیم. my father went out پدرم رفت بیرون ساده. see that was making دید که what was making اون در حال was making هم ماضی استمراریه. the noise در حال درست کردن صدای، یعنی صدا تولید میکنه. when my father was walking وقتی پدر من was walking قدم زد into the yard در حیاط we went ما رفتیم to the kitchen به این was walking یعنی ماضی استمراریه و we went ما رفتیم ساده to the kitchen we saw ما دیدیم دیدیم a kitty یک بچه گربه in the kitchen در آشپزخونه. it was eating در حال خوردن بود از استمراری a cookie یک کلوچه رو. the porky was hungry اون گربه کوچیکه بدبخته گرسنه بود. you may use the following parents تو ممکنه از الگوی زیر استفاده بکنید تا ask and answer بپرسید جواب بدهید در مورد story داستان that happen که اتفاق افتاده in the past در گذشته. وقتی یه چیزی در اتفاق افتاده در گذشته از were و was استفاده میکنیم. مثلا میپرسیم what were you doing چی کار کردید؟ مثلا در yesterday at 8 شما مثلا دیروز ساعت 8 چی کار کرد؟ was happening چه اتفاقی افتاد؟ yesterday at 8 چه اتفاقی افتاد؟ ساعت 8 دیروز ساعت 8 چه اتفاقی افتاد؟ listen to the following sentences گوش بدید به جملات زیر. notice و توجه بکنید how the speakers چطور صحبت کننده ها say some words چطور کلمات رو میگن with more emphasis با emphasis یعنی و استرس بیشتر توجه بیشتر. were you doing the research? no Ali was. were you doing شما انجام میدادید research تحقیقات رو. no Ali بود. who broke the window چه کسی پنجره شکست؟ it wasn't me من نبودم. why were the students making such noise? they weren't the workers
were making noise. اونا نبودن و کارگرها در حال تولید صدا بودن. میگه why were the students چرا دانشجویان making so much noise خیلی زیاد سر صدا میکردن. میگه اونا نبودن و کارگرها بودن. is it Jim's car over there؟ آیا اون ماشین جیمز ازش اونجا؟ no his car is white. نه کار اون سفیده. no his car is white. کار اون ماشین اون سفیده. when you want to put special emphasis پای استرس خاصی رو بدی on something روی چیزی you say it more strongly تو با قدرت بیشتر اونو میگی. تو با قدرت بیشتر اون رو میگی. وقتی میخوای یه چیز کلمه استرس بدی باید اونو بلندتر و قوی‌تر بگی. خب اینجا 3 تا جمله داریم که میگه تفاوتشون رو بگید. خب one word in each sentence یک کلمه هر جمله sentence is red یا قرمزه. say the sentence with that emphatic با استرس emphatic stress با استرس و توجه بیشتر on that word اون کلمه. can you guess میتونی حدس بزنی how the meaning معنی of the sentences are different معنی جملات چه تفاوتی داره. Mina's dress is white. لباس مینا سفیده. استثنای مینا. لباس مینا سفیده. Mina's dress is white. خب اینجا میگه مینا لباسش سفیده. مینا لباسش سفیده. خب اینجا لباسش چیه؟ سفیده. رنگ دیگه نیست. Bill's dress is white. لباس مینا سفیده. لباس مینا سفیده. رنگ دیگه ای نیست. Mina's dress is white یعنی لباس مینا سفیده. خب verb یعنی فعل. A verb is a word that expresses. A verb یک فعل یک کلمه هست که that expresses توصیف میکنه action یک اکشن رو یک حرکت یک حالت رو or state of being یا وضعیتی رو. خب ما 2 مدل چی داریم؟ فعل داریم یک اکشن ورد فعل های حرکتی هستن مثل خوردن شیر مثل نوشتن سوار اتوبوس شدن و یه سری هم فعل داریم state word یعنی اون حالت رو داره بیان میکنه. خب writing. خب action verb ها این هستن. the verb that express an action فعل یک express یعنی توصیف میکنه یک action رو یک حالت رو یک حرکت رو. for example برای مثال he's writing a letter اون در حال نوشتن نامه است. the children went to school by bus yesterday. بچه ها رفتن به مدرسه با اتوبوس. My brother drink milk every day. برادرم می نوشه شیر رو هر روز. اما state چیه؟ the verb that express فعلی که توضیح میده state وضعیت رو. rather به جای action به جای یک اکشن یا چی داره حالت رو داره میگه. they usually relate معمولا مربوطه چیه؟ emotion احساسات تفکرها فکرها and sense و احساسات. We believe in Allah ما به الله باور داریم. We love our country ما کشورمون رو دوست داریم. She feels happy اون احساس خوشحالی میکنه. خب اینجا simple and continue forms فرم ادامه دار و ساده فعل ها. خب we can use the simple or continue form for action word برای action words برای کلمات حرکتی ما میتونیم از ادامه دار و ساده استفاده بکنیم. خب حالا ساده I cleaned من تمیز کردم. my room yesterday من تمیز کردم. پس ادامه دار نیست. I'm cleaning این cleaning تمیز کردن یک چیز حرکتی باید حرکت بکنی دست حرکت بدی که بری تمیز بکنی. پس میگه I'm cleaning من در حال تمیز کردن my room now که الان در حال تمیز کردنم. room now یعنی الان این در حال تمیز کردن اتاقم
هستم که این اکشن ورب هستش که با ing هم گرفت، ادامه دارم شد و ساده هم استفاده شده ازش. اما we usually use the simple form، ما معمولا از حالت ساده استفاده میکنیم rather than continue form برای فعل های حالتی، حالت و وضعیت از ing استفاده نمی کنیم، ادامه دار استفاده نمی کنیم. I don't know، نمیتونیم I don't knowing، I don't know، من نمیدونم the name of the street، من اسم خیابون رو نمیدونم. Kids love chocolates، kids love chocolates، بچه ها دوست دارن چاکلت رو. در دو حالت از ing نمیتونیم استفاده کنیم، از شکل ساده فعل استفاده کردیم. We read the following sentences، جملات رو بخونید and choose the best verb form، حالت و فرم درست فعل رو انتخاب کنید. I don't like، I'm not liking، I don't like reading newspapers، من دوست ندارم خوندن نامه رو. از I am not liking ing استفاده نمی کنیم، یعنی داره از اون وضعیت میگه من اون وضعیت رو دوست ندارم، حالت رو دوست ندارم، این چیز حرکتی نیست. like یعنی خوش اومد، این چیز حرکتی میتونه مثلا با حرکت از این چیز خوش، نه با حرکت نیست، توی ذهنه. پس I don't liking نمیشه و این درسته. ولی at 3 o'clock در ساعت 3 yesterday دیروز I needed من نیاز داشتم a taxi به یک تاکسی. was needing نمیشه I needed نیاز داشتم. بعد میگه she watching، نیاز داشتنم فعل حرکتی نیست، تو نیاز داری، یه خواسته داری، ذهنی، فکری، تفکره، از اون حالت نیست. she is watching، در حال ببینید watching این نگاه کردن یه حرکت، میتونی چشمتو ببندی و نگاه نکنی و میتونی مثلا یه چیز این طرف سمت چپت، در حال سمت چپ نگاه کردنی ولی یهو سمت راست یه چیزی رو صدایی میاد، شما توجه به اون صدای میکنی، پس این حالت حرکتی هستش. خب میگه she's watching television at home، اون در حال نگاه کردن تلویزیون. I want to go to the cinema tonight، من میخواستم برم سینما tonight، میشه به سینما. want خواستن، خواهش، یعنی ذهنیه دیگه، تو مغزشون چیز اومده. Unfortunately he didn't remember، به یادش نمی آورد، پس حرکتی نیست، نمیتونیم از ing استفاده بکنیم. didn't remember my name، اسم منو متاسفانه به یاد نمی آورد. پس حرکتی اگه باشه، مثلا اون حرکتی باشه اون فعل میتونیم ing بدیم بشه، میتونیم ing بدیم. اما اگه حرکتی نباشه، ذهنی باشه، یعنی تو ذهنیمون اون اتفاق مثلا چی بشه، ذهنی باشه، اون موقع دیگه ing نمیدیم. مثل خواهش ها، درخواست ها، مثل فکرها، حالت ها، اون موقع ما ing نمیدیم. Listen to the first part of the story، می بخش اول استوری رو گوش کنید، سیدیش رو دانلود میکنید و گوش میدید که جوابا رو می نویسید. بخش دومش هم اینجا نوشته. Now listen the rest of the story، الان بقیه داستان رو بشنوید. The firefighter، آتش نشان ها jumped out of their car، از ماشیناشون بیرون پریدن. They were working، اونا در حال کار کردن. were working استمراریه. Quickly سریع. They were putting، اینم استمراریه. out the fire، در حال خاموش کردن آتش بودن. People were standing، مردم ایستاده بودن، پس اینم ماضی استمراریه. near the building، نزدیک نزدیک ساختمون. They were watching، اونا در حال نگاه کردن. the fire، نگاه کردن آتش بودن. It was dangerous، خیلی خطرناک بود. و سجاد put his camera aside and asked people to leave. سجاد put his camera aside، گوشه گذاشت and asked، درخواست کرد از مردم leave، ترک بکنن. The firefighter put out the fire، آتش خاموش کردن. when he was talking، در حالی که اون داره صحبت کردن بود with people، با مردم. خب میگه work in pair، جفتشید و کار بکنید. ask and answer، بپرسید جواب بدید. use appropriate sentence،
stress and intonation. میگه که ask and answer جواب بدید و appropriate یه چیز مناسب رو در جمله که مثل کلمه که استرس دارن و intonation و لحنشون توجه بکنید. خب و میگه what was سجاد doing in the park. سجاد در پارک چی کار میکرد؟ چون در حالی اومده find intonation. did سجاد put out the fire. آیا سجاد put out the fire آتش خاموش کرد. were the firefighter working solid. میگه were the firefighter یعنی آتش نشون ها working solid کجا اونا به آهسته کار میکردن. خب جوابش what was سجاد doing in the park. he was taking picture در حال گرفتن عکس بود. did سجاد put out the fire. سجاد آتش خاموش کرد. no the firefighter did. آتش نشانای کار کردن. were the firefighter working slowly. نه آهسته کار میکردن. no they were working very fast. نه اونا خیلی سریع کار میکردن.